بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت حدوداً 3 شب وارد کارگاه شدیم. بریم ببینیم بچه ها اینجا چیکار دارن میکنن. ساعتهای تقریبا 3 شبه، همه مردم خوابیدن، ما تازه وارد کارگاه شدیم. یا الله یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما؟ به 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 به. ساعت 3 نصف چیکار شب. میکنین؟ ساعت 3 نصف شب بله بله داریم بله. آشپزی میکنیم، گوشتمون شده. به به به. چه هست غذاتون؟ گوشت مرغ، لنگ مرغ به قول ما، گوشت یا لنگ مرغ بله. و یک کم او و یک کم پیاز. چی میگیم به این غذا؟ ما میگیم اوزیپو. به 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 به. و یا زندگی سفره رو ما یا برم. یک پیازه. زندگی رو برم. به 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 به. اصلا عشق کنه با کل را برخید به دوربین خاطر مرد دوز نبرن. بله بله بله. نه همه امکانات به خاطر بنده. این چیه؟ این سفرتونه؟ این سفره مانه. به به. سفره مونه داداش. اینم لیوان چای خوری مونه و بعد اونم الیمنتی مونه مالا کارهای مخصوص ها، ولی برای کارها جزئیاتی نیست، برای گرمایش از کفه. اینم قابلمه مونه، اینم سرش هم به. این سر قابلمه مونه، نگاه اصلا هیدرولیک. این تازه چین ساخته، ما سفارش داده ما تکنولوژی. بنده جناب آشپز باشی محمد نوروز و مدرک چیز من میجگاه زده بود که مدرک ندارم. مدرک سرآشپزی ها؟ مدرک برق مدرک خودی مدرک. بله. رستوران اینجا رستوران هست. ساعت 3 شبه آمدیم یک اوزیپوی بخوریم، عشق کنه. نگاه کن فردا در اکسپلوریم. یه فردا انشالله دیگه ساعت 7 اکسپلور اکسپلور و بنده با عینک‌های متخصص دویکیم میگه جانمو بی عینک‌ها به دست خود اتیکی بیا این چیه با؟ اونا قلور تروش هست. قلور تروش ها؟ بله بله قلور تروشه برای فردا نهار. این بره فردا نهار ها؟ بعد صبحانه هم که کیرپلو با آب لیمو دارم دی. شام هم که اینا هست. ساعت 3 شو البته اینا میان وعده سحری ما فردا روزه بگیریم. یا ساعت 3 صبح ما هم روزه بگیریم فردا. یه هم دیگی ما این دستگیره ما اینجا میگیریم. خب بعد یه هم پتو ما شو تیزی خوبشه. یه هم جورو خانه ما نگاه عشق کنه. به به. اینا همه رو ما تازه از چین سفارش دادم آوردن. اینا ما این خیالا رو خورد میکنیم. سلطان و بله آشپز باچی دستاش هم بوتونه و بله یه هم گازمونه. از پایین بس کردیم به این فقط پیکنیک مخصوص آدم های اهل دل. ما شنیده بودیم که میگن بریم پیکنیک ولی نه ساعت 3 شب. ما الان آمدیم پیکنیک. در زندگی نامه به نام نگهبانی عینک‌ها وامندم درست حسابی نمیبینم. و بله چهره واقعی محمد نوروز کلا عینک‌ها رو بدر کنم و بعد این اینجا سیگاری ما نگاه. بعد اون پتو ما شو بسته که گرمه 2 تا پتو میندازیم رو ما. بعد دیگه گمون نکنم دیگه مثال جاشم. اکی آهنگ هم بذار روش